من کیرویف رحمت الله عزت‌اللهویچ زاده شهر دوشنبه، اویلادور، صاحب 4 فرزند هستم. من از مدت 10 سال باز در شهر فدراسیون روسیه زندگانی میکردم. از سال 2017 خبردار شدم که در جستجو قرار دارم. راستی میترسیدم که به وطن برگردم، برای اینکه فکر میکردم که اگر برگردم من را حبس میکنم. با همراهی پدر و مادر مصلحت کرده، یک صحبت کرده، در همین خلاصه آمدم که همین اقدام رو پیش گرفتم که بر وطن برگردم، چون که برای من گفتن که ایزاح و عوف وجود دارد و با دستگیری مقامات بر وطن برگشتم. مقامات بر سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه کمک کردند که من وزارشن نرادی بگیرم و به وطن برگردم. و من به اختیار خودم از شهر فدراسیون روسیه به تاجیکستان برگشتم و با همراهی پدر و مادر و فرزندانم آزادانه زندگانی دارم. بعد از برگشتن بر وطن خوشبختانه با همراهی پدر و مادر زندگانی داریم و فرزندانم به حد خرسند هستند. خیش و تبار همه آمده خبر گرفتن رفتن و مقامات هم با معامله خوب، به حد معامله خوب ما را پیشواز گرفتن و یگان کس پس از اینکه خانه آمده هیچ کس یگان فشار آوردگی نیست، فشار هم نآوردن، یگان کس یگان چی کردگی نیست و خیلی هم خوشحال هستیم و از این اقدامی که جناب عالی پیشوای ملت گرفتن به حد منتظر هستیم، خرسند هستیم و چی گفتنی هستم بران برادران و بران همشهرانی که در شهرهای غریب و مسافر هستند که بگردن بر وطن. وطن آباد است، وطن تنجی است، سبز و خرم است و باور کنند که مقامات دستگیری میکنن. خیلی که ما عریضه خود را پیشکی نوشتیم، روان کردیم، همین خیلی عریضه نوشته بر وطن برگردن و عوف هست، حقیقتا وجود دارد و در ما این تطبیق شده است و یگان مشکلی های پیش نآمده است. از آمدن من پدر و مادر هم خیلی هم خرسند شدند و خرسند هستم. الحمدلله ما بسیار خرسند شدیم از آمدن فرزند. پیش از آمدن فرزند مقامات ما را چند بار دعوت کردند، با ما مشورت ها گذراندند که مقصد همین عوف است از جانب عالی عوف وای شده است، مقصد پسرتون بگیرده بیاید که عوف یگان ما یگان وای نمیکنیم باید. الحمدلله که با یاری مقامات ما پسر دعوت کردیم، پسر خیلی اومد با یاردمی وای ها ساق سلامت. خلال یک شب هم در اونجا بازداشت نکردند، آمدن فیراز کردن ما را که من پسر تو آمده است، مرحمت پسر بگیری بری، مقصد ما را باوری کنی که مقصد وای دروغ نمیگیم، نترساند بیاید، مقصد که همین ایزاح شدگی هست از طرف جناب عالی و مینداری خودمون از مقامات بیان میکنیم که بسیار کمک کردن، علی خصوص ریاستی همون مقامات بسیار با ما معامله های خوب، یک رفتارهای خوب نشان دادن که ما خودمون هم مقصد حوث میکرد که در مقامات خیلی انسان های بزرگ بودن که مردم غمخوار خلق و مردم جوان ها بودن که جوان هایی که مثال یگان بی عقلی کرده باشند و یگان وای کرده باشند، جوان ها را عوف کرده و مقصد بیاین مقصد وطن آباد کنن، مقصد وطن تیجی. خیلی که این فرزند ما مقصد و نزدی ما ساق سلامت آمد و عوف شد. ما هم از دیگر جوانایی که به مانند فرزند ما یگان مثال
وای کرده باشن یکان خطاگی را داده باشن یکان نافهمی و به سبب نادانیش و یکان وای در گوش کشیده باشن بیان مقصد رنگ همین که از عوف میشوند و ترس و هراس گشتن در شهرهای مردم و در کافتکوی جنایی بودن در بیان عوف شدگی قانون تطبیق شدگی جناب عالی اقدام گرفتگی مرحمت بیان این رنگی ما این آزادانه زندگی میکنن چیه این ترس هراس های حتیات که کی نخپاند های وای شود کی نخپاند خوب میشه که بیان اینا ما در خانه شدگیم اقلا یک روزا من نکنم پسر ما را در همون مقامات که ما بگیم که یکان روز معنیش کردن علا خصوص گفتیم اون رئیس این مقامات دعوت کرد که اینا پسرت اینا صاف سلامت اومده است از مقصد فدراسیون روسیه مرحمت اینا پسرت بگی بره تمام یکان فشارآوری هم در ما نشد یکان که دیگر فیراد منم نکرد یکان وای نیست نه خوشخواسندانه در نزد نبیره ها و مقصد آیله زندگی کردیم یک غمی که در همین دلی ما بود که این چی میشده باشه آیندهش این فرزند ما در این کافتکوی جنایی این چی میشده باشه همو غم همو غدق ای دلی ما بومد حقیقت داشته است این یکان گپ خالی نبوده است این یکان فریب و یکان وای نبوده بعد ما گمان میکنیم ممکن که به همین فریب ها و به همین دروغ ها بیارن فرزند ما را کمک کنن همین خیلی در دل ما میگذشت گپ حق شده که نه همون مقامات رئیس فیراد که به تشویش باش من یک مقصد رئیس یک مؤسسه کلون است و مقصد باور کن ما را مثلا بیایا بچه تا در دست میتیم بگید برای همه خیلی شد میگیم ما را رئیس مقامات فیراد کرد که اینا مرحمت فرزندت اینا بگی قطعی بره گیری بسیار قطعی اومدیم من خوشخواستم زندگی داریم خوب میشه که دیگر جوان ها را با ترس حراس نگردن در اون شهرهای مقصد روسیه بیاین آفشیدگیان یگان وای نیست یگان مشکلات نیست یگان چی نیست آفشیدگیان بیان به نزد پدر و مادرش هم پدر و مادرش رو خواستن میشوند هم خودش رو خواستن میشوند با مقصد وای که شد با گشته بروان با میگردن میرون نه پسر ما را میگن اختیارش فارش هم جا بیسته فارش با و مهاجرت مهنتی برای مرحمت بود و مهاجرت مهنتی برای No, more than